عبدالرشید حامیدوف، یک فعال سازمانی در تاجیکستان، ممنوع گروه 24 را از بازداشتگاه در ترکیه آزاد کردند. او را روز 15 اپریل سال 2016 با درخواست مقامات تاجیکستان که حامیدوف را به جنایت‌های گوناگون متهم می‌کنند در ترکیه دستگیر کردند. سهراب ظفر، رهبر یک جناح گروه 24، روز 19 اپریل گفت که تاجیکستان از ترکیه خواسته بود حامیدوف را استرداد کند، اما بنابر تصدیق نشدن ادعاهای تاجیکستان، ترکیه حامیدوف را به تاجیکستان نفرستاد و او را از بازداشت رها کرد. برادر خودش در اینجا با مثل ما و دیگر مبارزا همین چی داشت، یعنی که قضیهش که سیاسی بود، پناهندگی اینجا طلب کردگی بدیم و اینجا قرار داشتیم و حتی در همون شهری که از طرف مقامات ترکیه برای جدا کرده بودن همجا زندگی میکرد. یگام در حجتش یگام چیزی نداشت، مشکلی نداشت. فقط در هر هفته اگر که بدونیم باید همه هفته در بین 2 هفته باید یک بار رفتم جا هستنیز کردن. در وقت هستنیز کردن انخیز بودن محکمه و یک سلوخش در محکمه گذارن که تا این روزا مقصد روشن است. فقط گفتن با طلباتی درخواستی یعنی که تاجیکستان شده کرد دیگر چیزی و این روز آزاد شده باز هم پیشتره وارد باید که هفته هستنیز کردن میگیم. با گفته سهراب ظفر، زمانی در زندان بودن عبدالرشید همسر او دوگانیک تولد کرده است و حالا حامیدوف به نزد زن و فرزندش رفته است و قرار است که 2-3 روز از فعالیت‌های سیاسی کنار برود و با خانواده‌اش باشد. میگوید سهراب ظفر. این هم صحبت رادیو آزادی گفت که با احتمال زیاد تابستان سال گذشته عبدالرشید از زندان آزاد میشد، ولی بنابر یک تبادلات نافرجام در ترکیه آزادی او به درازا کشید. قبلا نیز وکیل دفاع عبدالرشید حامیدوف گفت که زیر حمایش به بیگناهی خود تاکید میکند و ادعا دارد که پرونده باز شده است در تاجیکستان سیاسی است. نادژدا عطیه، یک حامی حقوق، آن زمان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که حامیدوف از سال 2014 در ترکیه زندگی میکند و به کمیسریت عالی سازمان ملل متحد برای گرفتن حق پناهندگی مراجعت کرده است. عبدالرشید حامیدوف 27 ساله یکی از برنده های برنامه ویدیویی سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یوتیوب بود. بعضی از منابع میگفتند که نهادهای رسمی تاجیکستان استرداد حامیدوف را با اتهام درخواست کردند که او به گفته مقامات شخصی خطرناک است و میتواند به حمله های تروریستی دست بزند. مقامات تاجیکستان رسما درباره عبدالرشید حامیدوف صحبت نکردند. تنها آخر ماه ژانویه سال 2017 رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی، گفت که برای بازداشت و استرداد گمانبران به جنایت‌ها در تاجیکستان به ترکیه 22 درخواست ارسال کردند، ولی این کشور به آنها پاسخ نداده است.